سلام بچه‌ها، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز میخوام در مورد مشکل اکثر بچه‌های پشت کنکوری، اونم داشتن استمرار برای درس خوندن صحبت کنم. خواستم بدونید که من خودم برای کنکور سراسری 2 سال پشت کنکور بودم و الانم دارم برای ارشد خودم برای کنکور آماده میکنم. یعنی این چیزایی که الان میخوام بهتون بگم بر اساس تجربیاتیه که خودم دارم، یعنی چیزی نیستش که بخوام از جایی برداشته باشم یا حرف شخص خاصی باشه، نه، بر اساس تجربه‌ای که خودم داشتم و الان میخوام با شما به اشتراک بذارم. 8 تا از بایدها و نبایدهایی که باید تو زمان کنکور انجام بدین رو تو ادامه ویدیو بهتون میگم. 1. تو اینستا دنبال انگیزه نگرد. من خودم به این جمله ایمان دارم. چرا؟ چون منم مثل شما بودم. منم فکر میکردم که با گشتن توی اینستاگرام، دیدن پیشرفت بقیه یا حتی این ویدیوهای انگیزشی که توی اینستا میذارم، میتونم خودم رو هول بدم به سمت اینکه شروع کنم به درس خوندن یا حالا هر چیزی، اصلا ورزش یا هر کاری که میخوای تو مسیر پیشرفتت انجام بدی. ولی این کار شاید 1 هفته، 10 روز، حتی شاید 1 ماه هم به من کمک میکرد. بله، تو مسیر پیشرفت به من کمک کرد، به من انگیزه داد، اما یه انگیزه طوفانی. یعنی مثلا هیجانی شروع میکردم، مثلا یهو میخواستم 1 تایم زیادی مطالعه داشته باشم، یعنی یه انگیزه کاذب بود. ولی خب وقتی شروع بدی داشته باشی، بعد 1 ماه قاعدتا دیگه هیچ ویدیویی حتی توی اینستا نمیتونه به شما انگیزه بده. نه که بهتون انگیزه نمیده، بلکه باعث میشه که بیشتر احساس کمبود کنید، حس کنید که شاید بقیه به همه جا رسیدن اما شما هنوز هیچ کار مفیدی تو زندگیتون انجام ندادید. برای همین میگم که اصلاً برای داشتن انگیزه توی اینستاگرام دنبال ویدیو نگردین، چون نتیجه عکس داره، بیشتر به شما حس ناکافی بودن میده. سعی کنید برای اگه میخوای انگیزه داشته باشی، بیشتر اون چیزی که هدفته، خواستت، میخوایش بنویس توی یه دفتر، هر روز اونو بنویس. 2. سعی نکن کمالگرا باشی. یعنی سعی نکن که وقتی میخوای شروع کنی به درس، یعنی تو اول راهی، تازه میخوای شروع بکنی به درس خوندن، تازه میخوای شروع بکنی به ورزش کردن، همیشه اون لول بالا رو در نظر نگیر. سعی نکن بگی نه من مثلا از امروز 5 صبح بیدار بشم، نمیدونم تا مثلا 12 شب به کوب درس بخونم، نمیدونم روزی 12 ساعت 13 ساعت. نه، این کاملا اشتباهه. یعنی با این کار شما فقط شاید نهایت بتونی 1 هفته اینجوری ادامه بدی، بعد 1 هفته دیگه حتی 1 ساعت هم درس نمیخونی، حتی 1 ساعت هم ورزش نمیکنی، چون دچار کمالگرایی هستی. نباید این کار رو انجام بدین. اگر میخوای یک شروع واقعی و یک شروع خوب داشته باشی، سعی کن عاقلانه شروع کنی. یعنی مثلا با روزی حتی برای اون کسایی که حتی 0 ساعت هم مطالعه ندارن، با 1 ساعت شروع کنید. این منطقی تره تا شما بخواید با 12 ساعت مطالعه شروع بکنید. با 1 ساعت شروع کنید و کم کم مثلا هفته 1 ساعت به تایم مطالعهتون اضافه کنید، یا مثلا هر 2 هفته 1 ساعت به تایم مطالعهتون اضافه بکنید. بذارید که این روتین بشه براتون، اینکه ذهنتون عادت بکنه به اون تایم مطالعه داشتن. وقتی همینجوری ادامه میدی، یه دفعه میبینی که مثلا 6 ماه گذشته و تو تایم مطالعه رسیده به 6 ساعت، رسیده مثلا به 7 ساعت، به اون تایمی که دلت میخواست رسیدی. اما نه یهویی، نه طوفانی. همین باعث میشه که استمرار داشته باشی. 3. زودتر شروع کن. یعنی مثلا اگر تو نمیدونم الان فروردین 1404 هست، تو فروردین 1405 کنکور داری، الان شروع کن، توی همون لحظه شروع کن. نگو که نه الان زوده، حالا فرصت دارم، نمیدونم 1 سال وقت دارم، حالا شروع میکنم. نه، پشت گوش ننداز. هر چی زودتر شروع بکنی بهتره. چرا میگم؟ چون دقیقاً تایم مطالعات، یعنی تو اگر بذاری 6 ماه بعد شروع بکنی، 6 ماه بعد تو با 1 ساعت مطالعه تا 6 ماه دیگه تازه برسی به 6 ساعت مطالعه،
خیلی نمیگم نمیشه، شاید موفق بشی اما سخته، درصد موفقیتت پایین میاد. پس هر چه زودتر شروع بکن، از همین الان شروع بکن و با روزی 1 ساعت، با روزی 2 ساعت. شده بچه هایی که شاید مثلا 3 ماه مونده به کنکور تازه شروع کردن و موفق شدن، اما مطمئن باش 50% اونایی که اینجوری موفق شدن حداقل آدمایی بودن که تایم مطالعه داشتن، یعنی ذهنشون به اون تایم مطالعه عادت داشته، نه درسی، حتی یک کتاب عادی رو شاید روزی 2 ساعت مطالعه داشتن، یعنی صفر نبودن، تو نقطه صفر نبودن که بخوان تو 3 ماه بتونن کنکور بدن. پس اگر تو نقطه صفری، خودت رو هیچ وقت با اون اشخاص مقایسه نکن. 4، راه رسیدن به تایم مطالعه زیاد فقط و فقط استمراره. یعنی شما اگر میخوای بتونی مثل بعضیا که شاید 10 ساعت 12 ساعت اصلا نه 8 ساعت بتونی موفق بشی که 8 ساعت پشت میزت بشینی، نمیگم 1 سره، اما 8 ساعت تایم مطالعه مفید داشته باشی، باید کم شروع کنی و اینو ادامه بدی، کم کم زیادش کنی. 5، اگر نمیتونی تایم طولانی پشت میز بشینی و مطالعه داشته باشی، هیچ ایرادی نداره، چون خیلی ها هستن که مثل تو هن. حتی خود من. تو میتونی این مشکلت رو با 25 دقیقه مطالعه حل بکنی. یعنی چی؟ یعنی تایم بگیر، 25 دقیقه مطالعه مفید و با تمرکز داشته باش. بعد که تایم تموم شد 5 دقیقه الی 10 دقیقه استراحت بکن. به ذهنت استراحت بده، نه استراحت با گوشی. از گوشی استفاده نکن و سعی کن تایم استراحتت رو جوری بگذرونی که حوصلت سر بره، چون وقتی حوصلت سر میره همینطور ایجاب میکنه که دوباره برگردی رو درست، چون هیچ کار دیگه ای نداری جز درس خوندن، هیچ کار دیگه ای نمیتونی انجام بدی. برای همین یه مدت وقتی میخواین شروع کنین 25 دقیقه مطالعه داشته باشین، 5 دقیقه الی 10 دقیقه استراحت بکنید. 6، اگر میخوای از درس خوندن خسته نشی، حوصلت سر نره، تو درسات تنوع داشته باش. یعنی اگر اولین درسی که امروز شروع کردی زبان انگلیسی بود، 25 دقیقه بخون، 10 دقیقه استراحت بکن، 25 دقیقه دوم تو یک درس دیگه بخون، مثلا ریاضی بخون، هر درسی که دوست داری بخون. دوباره 25. اگر مثلا میگی که من نمیدونم امروز برای خودم تایم گذاشتم که 1 ساعت زبان بخونم، ولی تو داری به من میگی که 25 دقیقه بخون برو درس بعدی، اشکالی نداره، تنوع ایجاد کن. 25 دقیقه درست خوندی، برو درس بعدی. 25 دقیقه سوم تو میتونی برگردی دوباره اون ادامه زبانت رو بخونی. یعنی اینجوری هم تنوع ایجاد کردی، هم اون تایم طولانی خستت نکرده، هم تونستی استمرار داشته باشی. 7، اگر یک روز 5 ساعت درس خوندی، یک روز 2 ساعت درس خوندی، یا حتی یه روز برات مشکلی پیش اومد نتونستی اصلا درس بخونی، هیچ اشکالی نداره. سعی کن توی برنامه هفتگیت حتما یک روز جبرانی برای خودت بذاری، یه روز خالی، یک روز آزاد، حتی برای استراحتت بذار که اگر یک روز در هفته نتونستی درس بخونی یا کمتر درس خوندی، بتونی توی اون روز جبرانی جبرانش کنی. حتی ولی اگه نتونستی این جبران رو انجام بدی، یعنی نتونستی درسایی که نخونده بودی تو هفته رو بخونی، بازم هیچ اشکالی نداره. به این فکر نکن که نه من نمیدونم نتونستم امروز درس بخونم پس دیگه اصلا من نمیتونم موفق بشم، من دیگه نمیتونم استمرار داشته باشم. نه، اتفاقا دقیقا استمرار از همینجا شروع میشه. اینکه بتونی ناقص شروع کنی، اینکه با اینکه مثلا این هفته اصلا شاید حتی نتونی درس بخونی، هفته دومت رو درس بخونی. حتما نباید هر روز روزی 5 ساعت درس خونده باشی. میتونی یه روز، انسان براش مشکل پیش میاد، میتونی یک روز نتونی درس بخونی. منم همینجوری هستم. اون روزی که نتونستم درس بخونم سعی میکنم فرداش جبران کنم. اگر فرداش روز شلوغی داشتم سعی میکنم آخر هفته رو که برای خودم روز استراحت گذاشته بودم رو استراحت نکنم، به جاش جبران کنم. یا حتی خیلی وقتا پیش میاد که اصلا دوست دارم آخر هفته هم استراحت کنم، حس میکنم ذهنم توی اون هفته به استراحت بیشتری نیاز داره، بازم اشکالی نداره. این هیچ تداخلی توی روند من ایجاد نمیکنه. از همون جایی که نصف خوندم از همون جا ادامه میدم.
این میشه استمرار. و آخرین مورد این که حتما 1 ساعت قبل خوابتون نه به تلویزیون و نه به گوشی نگاه نکنید. بذارید چشمتون استراحت بکنه، بذارید ذهنتون استراحت بکنه. اصلا با وسیله هایی که به ذهنتون فشار میاره و ذهنتون رو خسته میکنه استفاده نکنید. و اینکه حتما 8 ساعت خواب کامل داشته باشید. فکر نکنید که شما الان 12 شب بخوابید ساعت 4 صبح بیدار شین آدم موفقی هستین، تو مسیر موفقیتی. نه، شاید با این روند بدن شما 1 هفته جواب بده، 1 هفته ساعت 12 میخوابی، ساعت 4 صبح بیدار میشی، کاملا انرژی داری. اما بعد از 1 هفته بدن دیگه انرژی نداره. یعنی دیگه تو اگر 8 ساعت هم بخوابی، 8 ساعت خواب کامل هم داشته باشی، دیگه بدن اون انرژی اولیه رو نداره و نیاز داری که حداقل 1 هفته 9 ساعت تا 10 ساعت بخوابی تا دوباره انرژی بدن برگرده. پس بهت توصیه میکنم که حتما 8 ساعت خواب مفید داشته باشید. فکر نکنید که کم خوابیدن دلیل موفقیته. خب بچه ها، اینم از 8 موردی که بهتون گفتم برای داشتن استمرار باید بدونید و بلدش باشید. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. تا ویدیوی بعد، فعلا خداحافظ.